زنی که از قفایش حقارت میکنن یا از دهنش حقارت میکنن، آیا همین زن طلاق میشود یا نه؟ امروز بدبختانه بسیار مردها زنها را گویم در عقیبشون حقارت میکنن یا در دهنشون حقارت میکنن. این خیلی 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 ابلهی و خیلی بدبختی هست که وقتی یک زنی را که مقصد تو در نکاح خود در آورده و مادر فرزندای تای، تو بگوی من در دهنی تو فلان کردم، من مثال قفاش نام بگیری من فلان کردم، یا من آچه طرف یا آتای ایتری انسانهایی را که وقتی میبینین اینا سالم نیستن خواهرای عزیز، اینا دیوانه هم نیستن، یا احمقن، یا یک آدمایی بگیم که تماما یا رزیلن. حقارت گناه کبیره. چی قدر غضبناک باشید، چی قدر اگر ناراحت تبکی کند همون زن، این حقارت ها را باید نکنید. در فلانت فلان کنم، در دهنت فلان کنم، آچت فلان آتت آخه همین بسیار بسیار. اگر آخه ما مکتب پیامبر آخه انسان دعوای امتی ما گجا می شود، چرا از زبان پیامبر یگان حرف حقارت نشید؟ چرا حضرت یک زن شد؟ اونها هم چی؟ اونها یگان فرشته بودن، اونها هم خطا داشتن، کمبود داشتن، ولی پیامبر با هیچ کدامی و مراسای بد نمی کرد. آخه یکی امروزه بچه امروزه بسیار بسیار بد اخلاقه، بسیار بد زبانه. با بعض پدر و مادرها از همین رفتارهای فرزنداشون با شاید که راضی هم باشن، شاید بگن شما که بسیار خوبش کردی، لیکن مرگ همی خیلی باور کنین کلانترهایی که فرزنده را اگر به همی کارا دلالت میکنن. برای همین مادر خواهر عزیز وقتی شوهر شما را از دهن یا از عقیب حقارت میکنن، مقصد در نکاح شما یگان زیان نیست، لیکن زندگی تان زندگی بی‌معنی است، زندگی تان زندگی حرام است، زندگی تان زندگی افلاس است. یا زنهایی که مردکاشون در دهنشان نام میگیرن، این زندگی نیست برادر عزیز. انشاءالله من ببینین از وقتش برادر عزیز از اون جوانی ما یاد میتیم که زن هیچ وقت از عقیب حقارت نمی کردن، به خاطری که همین گناه لیواته، همین گناه که مثال یا رسیدنی در عقیب که گناهی بسیار بزرگه، حتی حقارت شده هم در حال همون ملاهای همون زمانه میگفتن برای ای سر نکاح کنه، به خاطری گناهش از بین بودن. برادری عزیز چی در دهن چی در مثال عقیب زن وقتی حقارت میکنی، همه اینا گناهشون بسیار بزرگه. بسیاری برادرها از من خواهش کردن که درباره همین لیواتگری، یعنی بسیاری مردهای امروز پیدا شدن که زنهاشون هم میخوان که فقط در عقیبشان برسن. ببین مقصد یک مکان نجاست، یک مکانی که مقصد اونجا جای شهوت نیست، اونجا جای حاصل نیست. امروز جوان امروزه ما از زنش همون را خواهش دارد. زنهایی که حتی اگر با رازگی نتیان، اونها مقصد بگیم که حتی دعای نیکشون هم نمیکنن، یا اینکه با این زنها مقصد همیشه جنجال دارن، یا یکی از سببهای ویرانشوی زندگیشون همین میشود. برای همین مرا بسیار خواهش کردن در گرد همین گناهی بسیار مقصد وزدین یگان صحبت داشته باشی. انشاءالله من برای شما یک موضوع مفصل در باب همین گوییم که بچه بازی میگیم یا لیواتگری میگیم، در باب اینها انشاءالله من برای شما صحبت میکنم. حال انشاءالله من
چند سوال هایی که بود جوابش گردانیدم و از خدای مهربان دعاگو هستم که همه شما را در پناه رحمت اسمتش نگه بداره و بی درد و بی غم باشین و خدای مهربان هر جا باشین دعا کنین که در این ملک ما و شما چگونه که امروز آسایشتگی و آرامی خدای مهربان همین نعمتش نگه بداره و از الله مهربان دعا کنیم که خداوند هر جا باشین در پناه رحمت و اسمتش نگهتون داره. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب.